سلام بچه، چه خبر؟ من جان رهبانی آزاد هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. جدید پارتی هم هست، ولی هیچ پارتی نداشت. این تازه اولین پارت ویدیو به اسم بتلفیلد 5. همونطوری که بهتون گفتم آخر پارت 16 دانلود بود. بله، آخر پارت 16 دانلود بهتون گفتم قرار بود برای سه‌شنبه بتلفیلد بذاریم. اینم عکسشو براتون گذاشتم، ولی اینم خود بازیشه. حالا با هم میریم ببینیم چی به چیه. به نظر من که خیلی به درد بخوره. هستش چون فقط تا اونجایی که میدونم رو دیسک و ایناشو خوندم، چون خدا وکیلی میگم هیچی اصلا ویدیو ازش ندیدم که بدونم بازیش چجوریه. نه، فقط میدونم تیراندازی مثل جنگ جهانی اینطورا میمونه. فقط نسخه هاشم که خوندم، این الان یه دونه نسخه فقط پایینه. ما الان جدیدترین نسخهش بتلفیلد 2024 ولی نباش 2040 بود بکنم، یا 2040 یا 2024 درستش رو براتون می‌نویسم. خب اون بود که من بتلفیلد وی یا همون 5 یه دونه نسخه از مونده به آخرین نسخهش. خب دیگه زیاد حرف نمیزنم، همه چون که میدونیم بریم ببینیم ویدیو. ببینیم بازیش چجوری به درد بخوره یا اون درست کنم. بریم بچه. به اینی که حتی بچه اگرم بگی تقبل نکنم، اینی که هنوز شروع هم نکردم بازی، حتی همین الان دیسک بازی فقط اون موقعی که خریده بودم سی دی بازی رو، همون موقع سی دی رو انداختم نصبش کردم توش، ولی نرفتم. ولی الان چی میگه، الان الان فقط پلیش داره ما شما نویسته قوانین و اینا که باید بپذیری برای بازی بودش. اونا پذیرفتم. بزن بریم. فقط لود بکنه، اگر خیلی طول بکشه لودش براتون سریع میکنم تو بره جلو. من راستی ازتون بابت پارت 16 دانلود معذرت میخوام، نتونستم برم وارد مدرسه بشم. و اگه آخر زامبی بمبیه نمیترکید اونجا، رفته بودم تو تا در رو وا کردم اون ترکید. اون دوتا هم که دیگه اومدن که دیگه هیچی. بچه بازی شروع شد. چیه؟ برای روشناییه بچه. روشنایی 60 باشه خوبه. سلکت سپیکر نایت مود هدفون تویتی هدفون دیگه مال من بچه. هدفون حله. بزن بریم بچه. خدا از این میترسیدم، چون چرا غریبه که نیستی، وای فای یه ذره قدیمیه، ترسیدم باز نکنه بازیه رو، ولی خدا رو شکر که فعلا آوردش. ولی وای فای زیاد اینترنت داره، فقط منتها قدیمیه، سرعتش ترسیدم باز نکنه. شروع شد بچه بازی. اینه مثل جنگ جهانی دوم اینطورا میمونه. جنگ جهانی دوم دیگه بازیش تقریبا. صدا رو میشنویم بچه، همشون جنگ جهانی دومه. اینا بچه همونی که من گفتم جنگ جهانی دومه. بخشه بچه اینا رو براتون چیز میکنم تو الان یه کمی نمیتونم میکنم برای بازی، ولی براتون تو خود صفحه ترجمه میکنم براتون. اینا رو گفتم که ترجمه داریم برای همه بازی هم داریم. این دو لندن بچه 1939. The British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction.
lest our lesser natures let it stray into shadow. بچه دیگه فکر کنم واقعا شروع شد. یه وقت چند ریکورد دیدم ریکورد میکنه. آره ببخشید استوب کردم بچه شرمنده. مثلا این ریکورد داره ریکورد کنه شرمنده. اولین بازی هم از گفتم نگیره خیلی بد میشه. دیدم ریکورد داره. من اطمینان این کارو میکنم. ولی بچه اینجوری که میبینم بعد خیلی قشنگ باشه. نروژ بچه نروژ 1940 ما این بچه ها من هم گفتم باید روزی هم هستش بچه ها خیلی حالا چجوری حالا میشینه با این دایره میشینه این دامنه با این هم میخواه رو زمین با چی شلیک میکنه با این نشونه میگیره با این نشونه میگیره چیا رو قرار دادیم حالا اوه بچه ها خیلی وحشتناکه این زیر میزنه نشون آمدنه اوه چه خبره بچه ها اوه خشو من تموم شد بچه این هم زدم بچه ها کسی نمونده دیگه چینی؟ همه دوستان مردن؟ این خشابه چجوری برمی داره؟ I don't know. با دایره خشاب عوض ببخشید با مربع خشاب عوض میکنه با اینم که میشه سر نمیشه با مثلث تفنگ عوض میکنه با زبدر هم میپره با اینم که نشونه میگیره نارنجک نکنه ببخشید بچه داشتم امتحان میکنم داشت باشه با اینم کاری نمیکنه نه هم که کاری نمیکنه خیلی خوب ازم میریم بچه این خشابا رو فقط می‌نویسیم چجوری میشه داره فکر کنم الان فشنگ هم برده دیگه که خشاب فردا داره دیگه نه که همون اسلحه های چیزی دیگه الان بعد از این سمت بریم بریم اون سمتی یعنی نامه اینی پر خشابه اینجا بچه این باری که بومسته اینا اینا دوستای ما هم بچه اینا دوستای ما اون بری ها ولی دشمن هم He'll swipe him up! خیلی زده خیلی بده خیلی زده میبینی هر وقت خوش خشاب تمام بکنه فشنگ به هم داره هر زنی بچه ها این دوستای ما هم زدمش بچه این میپرد دیگه ما حالا تا بیایم حرفه‌ای بشیم بچه ها این تو 200 دفعه میبازیم ولی بچه ها خدا وکیل خیلی باحاله خدا تانکه بچه ها تانکه تانک بود بچه We ها fought everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the
same in every language. لیبیا نمیدونم بچه لیبیا یه همچین جاییه همون جنگی جهانیه دیگه مال همه کشورها رو داره میچرخه و میگه همه Fahren Sie uns rein! Deckung! Feindlicher Panzer! Da! Zur اون Entführung! نشونه میده بچه Feuer auf das Ziel eröffnen! اونا رو بر بزنم بچه بکنم ماشینا اوه بچه من بلد نیستم خودم هم میتونم حرکت بدم خب بچه یکیشون تلفون دارم بچه یکیشون تلفون اونم تلفون دارم بچه بزن بریم بچه سالمه نه تلفون این در کله دارم میزنم اوه چی ده؟ همون سنگر انجیره بچه خیلی میده منم که حالا تا بیام یاد بگیرم اینا کارم تمام بود تلفون بچه میکنم اینا تانک های دوستا موندن بچه بکنم بابای تانکمون در اومد بچه اینجوری که من اینو کنترل کنم به خدا اولین بارم دارم بازی Technology کنم moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't تونیسیا matter. تونیسا This war would prove نمیدونم بچه from برخی ocean bed to mountain top, the greatest killing machine. اسنایپریم یعنی بچه ها دیدی گفتم اسنایپریم بچه اسنایپریم آره میکنی چجوری حدس میزنم اول پذیر این اولی شد دراز بکشتم زمین نه میشیدم اینم دومی شد خطا رفت زیرا سومی خطا رفت این سومی اینم خطا رفت به یه جور دیگه پر کن دیگه اون رو اینم چهارمی اینم یکی دیگه همه مردن هیچکی نمونده اون بالا اینم از این کجا اومدن؟ بکن زدنمون بچه آره زدنمون Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. جرمنی و They آلمان found the commuters on the train. 1943 And they found the children in the schools. با همه چی قشنگ چیزمون که آشام کرد پیاده نظام تانک هلیکوپتر چه میدونم اسنایپر یاد بودم یعنی بچه ها ناموسن کنترلشون سخته تانک و مخصوصا این هلیکوپتر هواپیما چیه این خیلی سخته بچه ها کنترلش خیلی این همه اینه با این میشه خیلی بد میشه اینجا دوری زدم بچه همین تلی عدد نیستم به این برای نمید چه قرار دارم برعکس دارم رو بکنم بچه کلا
بکنم اصلا کنم برعکس دارم میرم بچه. آره اون برم اون برم بچه، برعکس داشتم میرفتم. نه برگرد به چیز مسابقه، چی میگم بهش، مسیر مسابقه بلد نبودم بچه. آها به نفر ما آها بزنشون دیگه. هیچ کدومشون نمیزنه. هلیکوپتر چرخی کردم بچه کنم این مال خودمونه. از کدوم برده میزنم؟ اوه بچه هیچ کدومشون هم نمیزنه. تا من بیام یاد بگیرم تموم شده کلا بازی. کی به کیه والا؟ یا پیمای خودی هنگ یا چیز هنگ این که نتونستم هیچ چو بزنم. هیچ چو نتونستم بزنم. Infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of نیدرلند death. 1944 گفتم همه شهرها رو، همه کشورها و شهرها رو قشنگ داره چیز And می‌کنه staying alive. و همه آشنا باشیم. تو جنگ جهانیه دیگه، جنگ جهانی قشنگ همه جا داره. زدمش بچه. این کسیه؟ برای کسی هست؟ خیلی بد کنم. اوه! دیگه چیز کنن کن. آرپیجه کی دارم؟ اونجا دارم این برای بزنم. احمد دارم این برای بزنم. احمد دارم این برای. همشون زدم بچه. همشون به رای بار بسیم. اینا تیربار هم هستش اینجا بچه. تیربار هم هست. بینی بچه ها اینجا همه رو برای این تانکه رو کن من چیکار کنم ولی این تانکه این داره من داره. تموم شد تیربار هم میشه. تموم شد بچه. یا رفت برگرد. چند تا کشور دیگه مونده که ما همینجوری باید دور بزنیم. ریکاردم بگم این پارتش بیشتر از همه پارتا بشه. ما اگه بخواد همه کشور رو بریم یعنی تا صبح باید اینجا باشه. بازیش نفهمیدم اصلیش کی شروع میشه. Man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear? Alone? چی گلن گلن هم بیزی. Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. تمام شد. افتادم ولی You're برنامه. ready to die. برای مرگ آورده شدم ready to die. خیلی داستانش طولانیه. 50 ساعت الان نصف وقت ویدیو کلا داره تا داستان بازی تازه میگه. حالا خود بازی ببین چیه دیگه. Beginnings. Endings. In between one and the other. Between first and last. Always searching. Sometimes finding. Brothers. Sons and daughters. Mothers and fathers. We have no world without them.
is no other world. ولی بچه تو بازی اصلی دهن من سرویسه بچه اصلا نتونستم هیچ کاری بکنم اصلا درست نتونستم برم مخصوصا این هواپیما رو اصلا نتونستم برم می‌بینی اینا چجوری چیزی کنن انقدر حرفه‌ای‌ام ولی افتادم پایین اینم ترکیده بودن اینا بالاخره شروع شد بعد از این وقت بالاخره شروع شد بتلفیلد 5 اسمش هم میشه که بتلفیلد جنگ و دعوا و شرمنده‌ام بخشی یه ریکورد اگه میشه یه نگاهی بندازم حله وقتا میاد 21 دقیقه اصلا چیزی نبود بچه ها از اون سمت داشت صدایی که اومد صدای خاصی نبود شروع نمیشه بازیش بچه ها بالاخره شروع شد جوینت فول مولتی هم مولتی پلیر داره هم وار استوریز داستانهای جنگ وار استوریز با مولتی پلیر داره بچه ها این پایین هم نمیره بچه ها بکنه دیگه اون چند تا گزینه‌ای که اونجا نمیشه یور کامپتی و آرموری و چند تا ریواردز و اصلا بکنه اونجا نمیره ولی باید بره بچه ها مثلا من نخوام بتل منو بتلفیلد 1 بتلفیلد 4 کامیکس نه همه اینا کامیکس نه نیوز خبرها واچی آپشنز اینم که برای تنظیماتش شده خاص نه حالا یه مولتی بزنیم یعنی مولتیش چجوریه وقت که حالا اینجوری که نه مولتیش بچه بزن پول میخواد نه اف شد مولتیش پول میخواد بچه ها آنلاین موتوره این همچین دولار هم میخواد تومن بودش میتونستیم حالا خاکی تو سرم بریزم ولی خیلی ناجور شدش بد شد در بهم زیرش مولتیپلیرش چیز میخواست گیفت کارت چی میگن این که دیگه انشالله با هم میکنه دیگه دسته نکن بلست تایگر یا چی رو بریم خلبانی که این پیاده نظامیش واسه رو بهتره پیاده نظام اوه بچه درجه هم داره هاردکور مدیوم ایزی مدیوم ما حالا میریم اون فکرم هواپیما بود بچه اولی هواپیما رو که دیدین اصلا نمیتونستم کنترلش کنم لندن انگلیس همون انگلیس دیگه انگلند 1942 اینا رو خیال همه رو براتون ترجمه میکنم بچه این متنای رو صفحه رو ولی حیف شد بچه مولتی پلیش با هم میکردش اول فصل خیلی باحال بودش بعدیش همینه دیگه پلیستیشن بعدیش همین خیلی خرج داره خیلی خرج داره خرجیش بکنار واسه آدم مثلا حداقل تومن این چیزی میتاشتن حالا مثلا 1 میلیون یا مثلا بیشتر همون که آدم میتونه مثلا همون یه ماهش هم بگیره ولی دلار آدم هیچ کارش نمیتونه بکنه دلار بر فرض هم داشته باشیم یعنی این کارتای آمریکایی که نمیتونیم با برنامه کارت آمریکایی نداریم که نمیشد کارش کنیم ولی مولتی پلیش با هم خیلی خوب حالا میگم ببینیم این یه دستو بریم ببینیم ایناش اگه به درد بخوره که از این ویدیو میذاریم ولی ببینم نه اگه ایناش هم به درد نخوره میریم همون سراغ دانگلایت خودمون همون دانگلایت رو میریم حالا تا یه بازی یا دوباره بازی زیاد مثلا هستش سراغ دارم حالا وقت بکنم به هوای ویدیو کپی خورم هستش جام بدمش بیرون بازی بریزه یه چند وقت بکنم ویدیو بگیرم بعد بدمش بیرون بازی روش بریزه Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery.
you try and rob the same bank 3 times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them jobs on your own. Oh, yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. I'll be fine. انداختم زندان بچه اول کاری. What sort of unit? Tell me, Bridger, do you like the seaside? قانونی داره میاد بچه ها. برد بالا بچه ها. Do you like the fucking seaside? Teams of 2, move! I'm sick. I'm chucking me guts up over here. Oh. And you're just strolling off. Oh, Bridger, liven yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there and I'm treating you to a cornet. شروع شد بچه ها. فکر کنم همینجا دیگه بریم این تمیز رو گفت under no flash زیر پرچمه under no flash زیر پرچمی کسی نبودن نمیدونم زیر پرچم نمیدونم همش میدونه بالا این Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. راه برو دیگه چرا نمیدوی پر حالا ماستم این یارو رو باید دنبال کنیم اینا دیگه ال دارن میزنم چرا نمیدوی خب دویدنش همین قده کلن You still have the explosives on you? Yeah, and I've improved them with my own special recipe. Oh, I see. چه جایه خوبی هم هستش So what بچه happens if they spot us? Well, everyone will probably start shooting. That's what usually happens. Get your leg over and pull yourself up. مریضیم بچه ها فکر کنم که اصلا نمیتونه راه بره لوم هستن Them the planes were meant to blow up. Yeah, that's them all right. Head down. You know the drill. Geldik neydi? آها چقدر این بهتر شد خیلی تندتر شد سرعتش اول اصلا Do you know where we're خیلی going? بد بود سرعتش Oh yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Great. Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. There is R1 Looks like a load of barrels. enemy Yeah. I don't Enemy want you to nemesis. hear 'em if things get interesting. Got some jerrys over here. Looks like lots of rubbish. آدم Maybe in a large. عاشق خطر بچه Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. I can see the airstrip. It's a long way off, though. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. کجا رو برم همه جا رو دیدیم دیگه بچه Are you sure about these bombs of yours? You safe pack of specials?
They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. What if I get caught, though? You're just You're gonna piss off trying to and leave me let out, your get all the eyes on glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. Right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. حالا چه اشکال نداره یه در حجمش زیاد بشه. من میخواستم ریس بردم اتفاق دیگه من بچه ها میتونستم مثلا اولیشی شروع میشه فقط داستان رو تعریف کنم قطع کنم ویدیو ولی گفتم بشمانه یه ذره این جنگا و کشتنش هم ببینیم حال کنیم این میشینه الان اینو با تیر بزنم این صدا میده که باید اسلحه بزنم اینو چیکار کنم فرمانده کو اون بالا اون فرمانده ولی بچه اینو من با تفنگ بزنم الان سر صدا میشه این با چاقو ماقو نمیشه Hey! Irgendeine Ahnung, wann wir unsere Pass kriegen? چی میاد من میشه با اسلحه میشه با چاقو چیزی زدش بزنم آها آره اینجوری خیلی بهتر تیر میزدم همشون میفهمیدم بچه اون اسلحه خودم خوبه دیگه کی بکشه؟ آها یه نفرم میگوست اون چی؟ چقدر لاشه هواپیما افتاده بچه اینجا دوربین میخوام چیکار بایستا دستم اومد ببین بچه ها این آره رو آرتری رو فشار بدی چاقو در میاره با چاقو میزنه با نایف برم حالا تا آژیر خطره صداش در بیادش اصلا اوه دیده بود بچه داشت میده اون بچه شانس بود بچه ها داره میاد داره میدوه بزنش دیگه این اینجا که انداختم خودمو کشتم با چی میزد مگه؟ ببخشی یادم رو بچه با این میزد دیگه من اشتباهی نارنجک رو زدم ببخشی بچه نارنجک رو زدم اشتباهی آها همونجا اون یارو هنوز اونجا هستش Fuck this for a game of soldiers. بذار آروم آروم خوابیده برم صدا پامو نشنوه آها حله این از اولش ولی بچه بازی خیلی باحالی اگه قلقش دستم بیاد خیلی خوبه هر جایی که بگین هستن بچه هر جایی که بگین نزدیک رو دایی نکن بخوابم تو بیاد خوشون کسی نی Moment! داره میادش بچه نگه هم با تیر بزنمش بچه بهتره فهمیدن بچه همش معوار میشن سلام بچه تیر زدم فهمیدن بچه Bis zum letzten Mann, Soldat! خب دیگه وقت پشه Schränkst du schon die Weite? همینه ریلود کن دیگه چرا ریلود نمی کنه برو بعدی نه ریلود کن حالا بچه هیچکی نیسته چیه فکر کنم
کشاباشون رو بردارم چرا یعنی این شکلی هم کجایی هم چرا برای چه همین چیزی نرن رو دست مستشون یعنی بازشون و لباسشون خشاب برداشتم اینجا هم که توفنگه بچه کلن اصلا کدوم بر برم؟ اون بر برم؟ یکی دیگه هم اونجاست بچه یا دو تا هم یه نفره بچه من با توفنگ دخلشو میارم بچه یه نفر فهمید بچه فقط نزدیکتر میده اوه یکی دیگه هم هست بپردی بخش به خدا داشتی باشه بازی میکنم Werfe Rauch! Niemals! ای بابا این دوتا نمیذاره هیچی ببینم Sie nicht sehen! اینم با مردن دیگه بچه همشون Dreht euch um! Sucht die Verhinderte! Redet euch, wenn ihr sie seht! چجور؟ اسلحه Ihr könnt sie nicht ewig verstecken! به درد بخور هست نداشت من همین اسلحه خودم خوبه ولی بچه ها این مشکلی نره من یه نگاهی بندازم این ریکوردو یکی بچه ها ریکورد زیاد شد چون پارت قبلی دانلود هم خیلی زیاد شد و بچه برای آپلود برای آپلودش مشکلی نداره خب ولی وقت باشه یه جوری که اطمینان چیز کنم اگه میشه اینجا من با امید خدا پارت رو قطع بکنم این همینجا سیو میشه از همینجا میاد دیگه که داستانش رو رفتیم این اول ماموریتش هم رفته اینجا من با امید خدا پارت رو قطع میکنم ولی فردا نه ببخشید سه شنبه این ویدیو برای سه شنبه است پنج شنبه وقت داملایته دوباره حالا اگه این خوش نه این دیدم بیشتر ویدیو لایک خورد که دوباره همینو میزنم ولی دیدم نه اگه مثلا مثل بقیه ویدیو من اینجوری صفر لایک و صفر کامنت و اینجوری بودن مشکل نداره همون میرم دانلود یعنی در اصل دوباره اینجوری یه روز دانلود یه روز بتلفیلد همونجوری که بهتون گفتم خب خیلی ممنون متشکرم که تا اینجا اومدید و وقتتون رو گذاشتین این ویدیو رو تماشا کردین و مرسی خداحافظ